مراسم بزرگداشت از کارنامه‌های علمی و فرهنگی شهید استاد سیدرسول سادات و رونمایی از آخرین کتاب چاپ شده شهید سادات تحت عنوان اندیشه‌های سیاسی سیدرسول سادات که در 486 صفحه و 1000 جلد چاپ و منتشر شده با حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی شماری از عالمان دین، استادان، نویسندگان و فرهنگیان از سوی بنیاد فرهنگی دبستان در قریه کلنگار مربوط مرکز لوگر برگزار شد. سخنرانان در مورد شخصیت علمی و فرهنگی شهید سادات صحبت نمودند و او را صاحب اندیشه بلند و تحلیلگر عمیق توصیف کردند و افزودند که آثار شهید استاد سیدرسول سادات به نسل‌های آینده نیز انتقال گردد تا از کارنامه‌های شهید سادات باخبر شوند. یو نړیوال مسلمان انسان دی چې د دې فکر شعله باید د دنیا کنج ته ورسیږي. د دې تحلیل او د دې استنتاج رڼایی باید د دنیا کنج ته ورسیږي. یکی از ویژگی‌های آثارش این است که استاد الفاظ و کلمات و اصطلاحات حماسی و متعالی را در آثارش به کار میبره. یعنی از کلمه آثارش ما و شما روح جهاد و مقاومت و شجاعت و دلاوری و جهاد و شهادت را ما و شما حس کرده میتونیم. تاریخ باید از کسان خوانده شود که در بطن جامعه در میان مردم زندگی کرده و این مردم خود قلباً دوست داشته و مخلصانه قلم زده که استاد شهید از جمله عظیمی مردم هست. همچنان شماری از نزدیکان شهید استاد سیدرسول سادات ضمن تشکری از رونمایی این اثر در مورد شهادت وی چنین حکایت میکنند و از حکومت میخواهند که آثار باقی مانده شهید سادات را نیز چاپ نمایند. اسم گفتم کتاب گفت کی داده، گفتم خان بابا داد، گفت این کسی آورده بود دکان این بر از او بدش. بزو بیچاره که گرفتش وادش کرد بعدش پیش نبودم و یک خطا خود و گرم صدا کرد و شهید شد و ما زخمی شد. به خاطر مهم است که خب کل اندیشمندا و علما زیاد توصیف کردن از کتابای استاد و گفتنی باید در دسترس جوانا و در پوهنتون و در مکتبا گذاشته شود. دیگه ما خواهشمندیم از امارت اسلامی و از دوستایی که کس توان دارند که کتابا را چاپ کنند. قابل ذکر است که شهید استاد سیدرسول سادات در سال 1326 هجری شمسی در قریه کلنگار مربوط مرکز لوگر چشم به جهان گشود و بالاخره در سن 44 سالگی در توطئه دشمنان جام شهادت نوشید که از وی حدود 40 اثر علمی نیز به جا مانده است.